ولش کن هدف گذاریو، اینطوری واقعا به هدفات میرسی. آره با تو هم چند بار نشستی یه لیست آماده کردی از کارهایی که میخوای انجام بدی، وزن کم کنم، زبان یاد بگیرم، درآمدم رو افزایش بدم، فلان مهارت رو یاد بگیرم، ولی چی شد؟ بعد از یه هفته 2 هفته تاش چی شد؟ تو موندی و یه لیست قشنگ با 0 تا تیک. مشکل تو این نیست که بی هدفی، مشکل تو اینه که هدف داری ولی سیستم نداری، و تا وقتی که سیستم نداشته باشی هر هدف فقط یه رویاست. امروز میخوام بهت یه مدل واقعی معرفی کنم، یه مدل که من بهش میگم مدل 80-20 رسیدن به اهداف. تو این مدل ما 20% روی هدف گذاری وقت میذاریم و 80% تمرکزمون روی ساخت عادت هاست. و باور کن اگر این سیستم رو پیاده کنی دیگه نیاز نیست مدام هدفاتو مرور کنی، چون خودت میشی اون هدف. اولین چیزی که باعث میشه ما به هدفمون نزدیک هم نشیم، چه برسه به این که بخوایم بهش برسیم، اشتباه هدف گذاری کردنه. فقط نوشتن هدف یه حس خوب زودگذر میده، انگار شما رو توی فاز خیال نگه میداره بدون اینکه قدم واقعی برداشته باشی. هر بار مینویسی امسال فلان کارو میکنم، مغز یه پاداش کوچیک میگیره، انگار واقعا یه کاری کرده. ولی وقتی تغییر ایجاد نمیشه اون حس بدست که میمونه. هر بار هدفاتو مینویسی مغزت گول میخوره ولی زندگیت همونه که بوده. بذار یه مثال بزنم. من یه دوست داشتم هر سال مینوشت که امسال میخوام زبان انگلیسی یاد بگیرم. کتابشو میخرید، دفترشو میخرید، همه چیز تا یه هفته خوب پیش میرفت، ولی بعدش هیچی به هیچی. چرا؟ چون اون هدف رو گذاشته بود ولی عادتی برای رسیدن به اون هدف نساخته بود. بعدش هم میومد میگه من آدم زبان انگلیسی خوندنه نیستم، ولی مشکل از مسیرش بود نه خودش. ببین بذار باید صادق باشم، هدف گذاری بدون سیستم مثل نقشه‌ایه که هیچ راهی توش نیست، مثل یه نقشه که پر از مقصده ولی هیچ راهی برای رفتن بین این مقصدا نیست. ولی حالا اگر بخوام بهت بگم که چطور باید یک هدف گذاری درست داشته باشی، قبلش باید این نکته رو بدونی که نیاز نیست همه دنیا رو از هدفت باخبر کنی. خیلی وقتا وقتی ما درباره هدفمون صحبت میکنیم مغزمون اون حس رضایت و موفقیت رو تجربه میکنه قبل از این که ما هیچ اقدامی انجام داده باشیم، و این حس رضایت جعلی باعث میشه جدیت ما برای پیگیری کارها از بین بره. فریاد زدن هدفت قبل از این که بهش برسی شاید دلتو خوش کنه ولی آرومت نمیکنه. بیایم یه بار برای همیشه هدف گذاری درست رو یاد بگیریم. اول از همه هدفت باید کاملا مشخص باشه، یعنی دقیقاً بدونی چی میخوای. هدف تو باید قابل اندازه‌گیری باشه، قابل رسیدن باشه، به مسیرت مرتبط باشه و یه ددلاین هم داشته باشه. اینجوری یه هدف گذاری اسمارت انجام دادی. بذار یه مثال بزنم. اگر به یک نفر بگی در حالت معمول که میخوای زندگی در آینده چجوری باشه، میگه میخوام پولدار باشم، یه ماشین خوبم داشته باشم، یه خونه خوبم داشته باشم. پولدار بودن شاید از نظر من 10 میلیارد پول باشه، شاید از نظر یک شخص دیگه 100 میلیارد پول باشه. پس واژه پولدار بودن واژه درستی برای هدف گذاری نیست. یا توی خونه و ماشین هم همینطور. شاید شخص اولی بگه خونه خوب از نظر من 2000 متره، شخص دومی بگه 200 متر. شاید توی ماشین شخص اولی بگه ماشین خوب از نظر من بنزه، شخص دومی بگه 207. پس این واژه ها برای هدف گذاری واژه های درستی نیستن، چون برای دو ذهن متفاوت دو هدف گذاری متفاوته. پس اگه بگی میخوام پولدار بشم عملاً یه هدف مبهمه، ولی اگر بگی میخوام تا 6 ماه آینده از طریق کسب و کارم ماهیانه 5 میلیون تومان درآمد داشته باشم، این یه هدف گذاری اسمارته. چرا؟
چون قابل اندازه‌گیری، قابل رسیدن، مرتبط به مسیرت و زمان بندی شده است. پس بیا همین الان یه تمرین با هم داشته باشیم. یه کاغذ بردار و این ویدیو رو پاوز کن. تا اینجا یاد گرفتیم که چطور یه هدف اسمارت بسازیم. پس همین الان یه هدف بنویس، فقط یه هدف، و اون رو اسمارتش کن. دقیق، قابل اندازه‌گیری، قابل رسیدن، مرتبط با مسیر و زمان بندی شده. و بنویس، چون تا ننویسی جدیش نمیگیری و فقط نوشتنه که تو رو از رویا بافی میکشه بیرون و میذارت توی عمل. پس همین الان بنویسش. خب حالا بذار یه لایه عمیق‌تر بشیم، این که بفهمیم هدفی که انتخاب کردیم از چه نوعیه. هدفی که ما انتخاب کردیم 3 مدل بیشتر نمیتونه داشته باشه. 1 هدف نتیجه‌ای، 2 هدف فرایندی و 3 هدف هویتی. اگر من بگم میخوام 10 کیلو وزن کم کنم، یه هدف نتیجه‌ایه. این که بگم میخوام تو طول 30 روز روزانه نیم ساعت ورزش کنم، این یه هدف فرایندیه. ولی این که بگم میخوام یه آدمی باشم که به بدن و سلامتم اهمیت میدم، این یه هدف هویتیه. و این هدف هویتیه از همه مهمتره. تو باید آدمی باشی که رسیدن به اهداف براش طبیعی باشه، نه اینکه فقط آرزو کنه یه روزی به یه هدفی برسه. این همون چیزیه که جیمز کلیر تو کتاب عادتهای اتمی با مثال معروف سیگار توضیحش میده. میگه اگر به 2 نفر که در حال ترک سیگارن سیگار تعارف کنی، نفر اول ممکنه بگه که مرسی، دارم سعی میکنم سیگار رو ترک کنم، و نفر دوم میگه ممنون، من سیگاری نیستم. تفاوت این 2 نفر توی 2 جمله‌ای که میگن نیست، تفاوت توی هویتشونه. نفر اول هنوز همون آدم قبلیه که داره سعی میکنه یه عادت رو تغییر بده، ولی نفر دوم هویت خودش رو عوض کرده. یه لحظه صبر کن. اگه اون دفتری که پارسال هدفاتو توش نوشتی الان دم دستتو، ذهنتو درگیر کرده، نترس. کسی قرار نیست جز خودت این دفتر رو بخونه. بزنش کنار. اینجا قراره یه چیز واقعی بسازیم. فرض کن، با یه مثال کارمو شروع کنم. فرض کن 2 نفر تصمیم میگیرن کتاب خونتر بشن. نفر اول تصمیم میگیره تو طول 1 ماه 3 تا کتاب بخونه، و نفر دوم تصمیمش این میشه که روزانه قبل از خواب 10 صفحه کتاب بخونه. به نظرت بعد از گذشتن 1 ماه کدوم موفق تره؟ قطعا نفر دوم، چون اون به جای تمرکز روی نتیجه، به جای تمرکز روی هدف، تمرکزشو گذاشته روی رفتار روزانه، تمرکزشو گذاشته روی تکرار مستمر و ساختن یه هویت جدید. اون نمیگه من کتاب خونتر میشم، میگه من اونیم که هر شب قبل از خواب کتاب میخونه. و این یعنی ساخت یه شخصیت بر اساس عمل. اگر تا الان این ویدیو رو دیدی، میتونم به احتمال زیاد بگم تو با بقیه فرق داری، چون اکثر آدما دنبال هدفن نه مسیر. ولی تو الان داری یاد میگیری چطور خودتو بسازی، نه فقط لیست اهدافتو. این یعنی تو داری تبدیل میشی از یه تماشاگر به یه سازنده. حالا وقتشه این رفتارهای کوچیک رو تبدیل کنیم به یه سیستم واقعی. جیمز کلیر نویسنده کتاب عادتهای اتمی یه جمله طلایی داره تو کتابش که میگه ما به سطح اهدافمون نمیرسیم، ما به سطح سیستم هامون سقوط میکنیم. این یعنی چی؟ یعنی هر چقدر هم که هدفهای بزرگ داشته باشی، اگر سیستم درست نباشه عملا هیچ اتفاقی نمیفته، هیچی نمیشی. اگر هر روز یه سری کار کوچیک رو انجام میدی و بارها تکرارش میکنی، داری یه رأی مثبت میدی که من آدمیم که این کار رو میکنه. اگر هر روز ورزش میکنی، یه رأی مثبت به هویت ورزشکار بودنته. اگر
هر روز یه چیزی مینویسی، هر روز یه قدم داری به نویسنده شدن نزدیکتر میشی. بذار خلاصه بگم، هر بار که یه عادت خوب رو تکرار میکنی داری به خودت رأی میدی برای اون آدمی که میخوای باشی. بذار یه مثال واقعی بزنم. یکی از دوستای من خیلی دوست داشت آدم سحرخیزی باشه. هر بار تلاش میکرد ولی وسط راه به یه مشکلی میخورد، کم میآورد. یه بار به پیشنهاد من تصمیم گرفت وقتی صبح بیدار میشه یه لیوان آب بخوره و یه دور کوچیک توی حیاط خونه‌شون بزنه. و همین عادت کوچیک یه جرقه شد که الان 5 صبح بیدار میشه و به سمت پارک محله‌شون میره و یه تمرین صبحگاهی فوق‌العاده داره. و جادوی ماجرا اینجاست که این کارها تبدیل به عادت بشن. اینجاست که میبینی دیگه نیاز نیست هدفاتو مرور کنی، چون تو اون آدمی شدی که انجام این کارها براش طبیعیه. هدفت خودت شدی یا خودت هدفت شدی. پس حالا یه سوال کلیدی ولی ساده از خودت بپرس: من الان باید چه کاری رو انجام بدم که یه ذره منو به هدفی که دارم نزدیکتر کنم؟ و جواب همین یه ذره چیزیه که بازی رو عوض میکنه و همه چیز رو تغییر میده. پس یادداشتش کن و یادت باشه برای اینکه یه تغییر موندگار بشه باید از عادتهای کوچیک شروع کنی. عادتهایی که نتونی بهونه‌ای برای انجام ندادنشون بیاری، مثل 5 دقیقه مطالعه یا 10 دقیقه تمرین زبان. و برای اینکه این کار رو راحت تر هم بتونی انجام بدی یه تکنیک ساده هست، تکنیکی که از چیزی که هست این کار رو ساده تر میکنه. تو باید این رفتارها رو بچسبونی به یه سری عادت موجود، مثلا بعد از نهار انجامشون بدی یا قبل از خواب انجامشون بدی. اینجوری کلی فرایند رو راحت تر میکنی. و این رو بدون اگر یه کاری رو هر چند کوچیک هر روز انجام بدی یه روزی به یه نتیجه بزرگ میرسی. شک نکن. بذار یه بار دیگه با هم مرور کنیم. یه هدف کوتاه و واضح بنویس، بعد مشخص کن امروز باید چی کار کنی. اون کار رو بچسبون به یه عادتی که همین حالا تو زندگیت هست، مثل خوابیدن، غذا خوردن یا هر چیز دیگه ای. شروعش کن حتی اگه حالشو نداری و بدون که یه روز خراب فقط همون یه روزه، نه کل مسیر. و بخوام جزئی‌تر نگاه کنم، حتی وقتی صبح یه روز تو خراب میشه دلیلی برای خراب شدن مابقی روزت نیست، چون روز تو به 3 بخش تقسیم میشه: صبح، بعد از ظهر و شب. پس مسیر تو ول نکن فقط چون یه روز جا افتاده. اگه یه روز خراب شد نذار کل هفته رو خراب کنه، برگرد و ادامه بده. همین. ببین نمیخوام این بار فقط یه محتوا دیده باشی که بگی خوب بود بذار یه کامنت هم واسش بذارم، بذار اینو ساب کنم شاید یه ویدیو چه روز به دردم خورد. نه، من میخوام یه تغییر اینجا ایجاد بشه، میخوام یه جرقه بخوره. تو نیازی به 10 تا هدف نداری. تو فقط امروز، همین امروز باید یه کار کوچیک انجام بدی، یه کاری که تو رو به اون آدمی که میخوای باشی نزدیکتر کنه و تکرارش کنی و بذاری با تکرار کردن تبدیل به عادت بشه. و وقتی تبدیل به عادت شد میبینی که این بار هدفاتن که میان سمت تو، چون تو اون آدمی شدی که لیاقتشو داره. و یادت باشه هدفی که هر روز یه کاری واسش نمی کنی فقط یه آرزوی بی صداست. پس این بار هدف گذاری نکن، خودتو بساز، مسیرتو بساز، روالتو بساز. و چالش من برات اینه: یه هفته، فقط یه هفته یه کار کوچیکو هر روز انجامش بده و بعد از یه هفته برگرد و همین ویدیو رو دوباره ببین که چقدر تغییر کردی. و یادداشتش کن. اون برگه‌ای که وسط ویدیو گفتم رو بردار، هدفتو بنویس، رفتارتو بنویس و بچسبونش به روتینت و بنویس، چون این نوشتن شروع یه تعهده. و اگر خواستی بچهای تیم من یه فایلی آماده کردن، یه جدول که این کار رو برات جذابتر میکنه، که تو کانال تلگرام هم هست، میتونی از طریق لینک توی دیسکریپشن بری و دانلودش کنی. و یادت باشه برای اینکه یه تغییر بزرگ ایجاد کنی اول از همه باید خودت تغییر کنی.